سلام، رضا شاهین هستم و امروز میخوایم چند موضوع جالب درباره تتو رو با هم دیگه بررسی کنیم که شاید بیشترتون نمیدونستید. ویدیو رو تا آخر ببینید، حتما خوشتون میاد. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. میدونستید خالکوبی یا همون تتو از واژه تتو از کشور تاهیتی که تو اقیانوس آرامه اومده؟ معنی اصلش میشه این که علامت گذاری چیزی، یعنی چیزی رو علامت گذاری کردن. معنی اصلی تتو این میشه. میدونستید قدیمی ترین تتوی جهان روی بدن اوتسیه یا همون مرد یخی که مربوط میشه به 5300 سال قبل. جسد مرد یخی سال 1991 تو کوههای آلپ پیدا شد که 61 تتو روی بدنش داشت. تو ایران هم تندیسایی از دوره هخامنشی توی پازریک بلورستان پیدا شده که روی بدنشون تتو داشتند. حتی مولوی هم توی یکی از شعراش به خالکوبی اشاره میکنه و از خالکوبی به عنوان کبودی زدن اشاره میکنه. رکورددار تتو هم توی دنیا آقای لاکی دایموند ریچ هستن که به سلطان تتو مشهوره و 100% بدن خودش رو با تتو پوشونده. بهترین تتو آرتیست حال حاضر جهانم آقای دن اد هاردی هستن که توی آمریکا زندگی میکنن و طبق چند مقاله‌ای که من خوندم یکی از برترین تتوکارهای جهان شناخته شدن.